صفت تعلیم با اون حدی که باید باشه نیست آخی باید بازنگری شود دانشجویان هم قدر دانش خوب ندارن به خواندن کمتر دقت توجه میکنن وزارت معارف باید که سر این موضوع یک بار دیگر اندیشه کنه صفت تعلیم در تاجیکستان خیلی خوب می باشد از همه شرایط ها مهیا می باشه ما وقتی که تعلیم میگیره بسیار آموزگاران میاد که من در لیسه کسبی علاقه میخوانم که از همه شرایط ها مهیا می باشد. Ну, я не скажу, что у нас здесь ужасное образование, но как бы недостаточно хорошее. طایفه جوانان ما هرگونه‌اند. جوانانی که طبیعتاً صاحب استعداد هستند. جوانانی که با هدایت پدر و مادرشان خیلی به خواندن و معلومات گرفتن شوق و ذوق دارند. لیکن یک زمره جوانانی هستند که کل شرایط‌های اجتماعی را فراهم بیاوردند و خواندن سر نمی‌فرارند. طالب‌ها حرکت کنند پدر مادر اهمیت دهند صفت تعلیم بنیاد نقد می شود فقط از معلم صفت تعلیم به پیش نمی رود متخصصان کسبی ضرور هستند چه در درس دادن زبان انگلیسی زبان روسی متماتیک دیگرها و تا دمی که این کمبودی ها اصلاح خود را نمی‌یابند خواهید نخواهید بسیار جوانان ما شکایت میکنند سطح درس دادن این معلم ها با آنها خوش نمی آید. در آنجایی که پول پیدا شد کار خودش بد می شود همون ما باید پیش گرفتن ما در کار با از باری پول گرفتن ممکن نیست با که از باری پول شد و دانش ندارد این کاری دولت کاری خلق با پیش نمی رود از بس که در تاجیکستان تعلیم و تربیت چندان خوب نیست اینا بر همین زندگی جامعه ما هم چندان خوب نیست